سلام عزیزای من یه خانمی هستم که از بچگی رو پای خودم موندم و همیشه دنبال بهترینا بودم. خدا رو شکر خداوند تا الان به من داده و محتاج کسی نبودم. من یه مغازه دارم، سوپرمارکت. کارمو البته از املاک شروع کردم، ولی بعد از اینکه املاک متوقف شد مجبور شدم به سوپرمارکت رو بیارم. من ساعت کاریم از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه تا 4 صبح و صبحشو همکارم از ساعت 8 صبح میاد تا 4 بعد از ظهر و خیلی ممنونم از خدای بزرگ که این توانایی رو به من داده که بتونم رو پای خودم بمونم و محتاج به کسی نباشم. بله، من کارمو تو سوپرمارکت شروع کردم و شما عزیزان خواهش میکنم که حمایتم کنین تا بتونم کارمو گسترش بدم و به موفقیت برسم. من مغازم یه چیزی حدود 30 متره. الحمدلله تمام جنس ها رو تو مغازه خودم دارم و هر روزم جنس ها رو به اصطلاح متفاوت میکنیم، تغییر میدیم و جنس های نو و با برندهای معروف میاریم. من خیلی تو زندگی زحمت کشیدم. 2 تا بچه دارم، یه پسر یه دختر که به لطف خداوند جفتشون رو فرستادم برای کشورهای دیگه و خودم الان اینجا تنها هستم و میخوام کارم رو یه ذره گسترش بدم. البته در آینده خیلی نزدیک میخوام یه غذاخوری، یه رستوران کترینگ خیلی کوچیک راه اندازی کنیم و بتونم از اونجا کارم رو بیشتر توسعه بدم.